میدونستید با خاک هم میشه برق تولید کرد؟ بله، درست شنیدید. یک جوان نابغه تو لرستان کاری کرده که همه دنیا شوکه شدن. تولید برق از خاک. اسمش اصغر جهانگیریه، تحصیل کرده برق و قدرت. ایشون یه ماده خاص ساخته که الکترون‌های داخل خاک رو جمع میکنه و به یک صفحه مسی میفرسته. این صفحه مسی وصل میشه به یک لامپ یا هر وسیله برقی و در کمال ناباوری برق تولید میشه. یعنی با یک گلدون خاک ساده میشه تا 5 سال برق تولید کرد. اونم با هزینه‌ای که فقط 1/8 پنل‌های خورشیدیه، ولی همونقدر خروجی میده. یعنی هر خانواده میتونه با یک گلدون خاک کل مصرف برقش رو تأمین کنه. چون این چیزی تو هیچ جای دنیا بدون آزمایشگاه‌های پیشرفته و بودجه‌های میلیاردی شدنی نیست. ولی این جوان با دست خالی ساخته. برای شناخت بیشتر دانشمندان گمنام ایرانی این پست رو تا میتونی به اشتراک بذار. برای دیدن مطالب بیشتر پیج ایرون استوری رو حتما دنبال کنید.